خیلی از فیلم‌ها غذا خوردن شاید کار خیلی مهمی نباشه، ولی تو فیلم‌های تارنتینو یه کارکرد دیگه‌ای داره. مثلا تارنتینو توی فیلماش با غذا شخصیت پردازی میکنه. توی فیلم پالپ فیکشن وقتی که جولز همبرگر طرفو بر میداره و میخوره ما متوجه شخصیت قلدر و سلطه‌گر اون میشیم. ولی چیزی که من عاشقشم و میخوام باهاتون راجبش صحبت کنم تونال شیفته. حالا ممکنه با خودتون فکر کنید که غذا خوردن و خشونت چه ربطی ممکنه با هم دیگه داشته باشن؟ تارنتینو قبل از اعمال خشونت با نشون دادن غذا خوردن حس لذت رو به مخاطبش میده که باعث میشه مخاطب از اون خشونت حس لذت بخشی داشته باشه. غذای لذت بخش به اضافه خشونت بیش از حد مساوی بیشترین تضاد. و یادتون باشه این تضاده که درام میسازه.